داستان یک نفر براتون میگم که رفته بر آسمان. فرشته های را دیده که خیلی مصروف هستن، میدون و در زحمت هستن. از اینا پرسید که شما چی میکنین؟ این فرشته ها گفتن که ما دعاهای کسایی را که خواست دارن، دعا میکنن، از خدا چیزی میخواین، ما اونا را میاریم برای خداوند در آسمان. یک گروپ دیگه فرشته ها شیشته بودن که مصروف بودن، اونا هم کار داشتن. بر از اونا گفت شما چی میکنین؟ گفت ما دعاهای قبول شده را دوباره میفرستیم به زمین، وظیفه ما همی است. رفت یک جای، یک گروپ دیگه فرشته ها بود. گفت شما چی میکنین؟ اونا بیکار بودن. گفت ما بسیار سال هاست که انتظار داریم که ما مسیجش یا تشکری یا شکرانگذاری یا از امی بنده های روی زمین صدایی بشنویم که بگین خدا را شکر، امروز چیزایی که میخواستم دارم، و ما اون مسیج بر خداوند برسانیم. اما ما بیکار هستیم، چرا که بنده های خدا هر چیزی که برشان داده میشه بسیار کم شکر میکشن. ما بیکار هستیم چون هیچ کسی نیست که راضی باشه. عزیز ما، دوست ما، به نداشته هایت فکر نکو. به چیزهایی که داری میفهمی در روی زمین هزارها نفر است که به گریه و زاری چیزهایی که تو داری او ارمانشان است که داشته باشه، خواستشان است که 10% چیزهایی که تو داری داشته باشه. اما به چیزهایی که ما داریم توجه نمی کنیم، شکر خدا را نمی کشیم. شکر بکشین، متوجه باشیم که این چیزهایی که خداوند لایق دیده رحمتش است، اگر نیست حکمتش است. بر رحمت خداوند همیشه فراموش نکنیم که شکرگزاری کنیم.